خب بچه من اینجا یه ذره معذبم چون خیلی جام بده و همه دارن نگاه میکنن، ولی کلا میخواستم بگم که واقعا این تجربه‌ای که امروز داشتم و خیلی دوست داشتم و قطعا دوباره تکرارش میکنم. میکروفونم هم بالاخره شارژ کردم. الان قیافم خیلی خسته و داغونه دیگه، چون خیلی هول هولی حاضر شده اومدم که فقط بتونم به مشاورم برسم دیگه. امیدوارم صدا مدامم خوب باشه. اونجا خیلی کیفیت حرف زدنم بد بود چون اصلا نور و اینا خیلی بد بود دیگه. گفتم یه ویدیو بگیرم. حالا الان دارم میرم سمت خونه دوباره باهاتون حرف میزنم. خب من با دوستا اومدم پیاده روی، اومدیم سمت نهجر. خیلی هوا اینجا خوبه واقعا. اگه میخواید بیاید پیاده روی جای خنک بیاید اینجا. میکروفونم هم یادم رفت بیارم، احتمالا صدام خیلی کم میاد، زیرنویس میذارم براتون. بای بای. بچه ما کلی چیز تجربه کردیم تا بتونیم بریم بگم شنا کنیم. اولا رفتیم یه استخری که نمیگم کجا، خیلی بد بود. از رفتار پرسنل بگیر تا آدم هایی که اونجا بودن، کلا خیلی بد رفتار میکردن پرسنلش. یعنی استخر بد نبود، پرسنلش بد بود. استخرش هم بد بود ولی خب منظورم اینه که گاه کوچیک بود، شلوغ بود، همه خانومی های به خانومی های پیر توهین نشه ولی میگم یعنی همه جا رو گرفته بودن، ما نمیتونستیم شنا کنیم و میگفتن شنا نکنیم. خلاص بعد دیگه دوباره فکر کنم اونجا پول داده بودیم، کلا 10 دقیقه توی باشگاه استخر بودیم. بعدش رفتیم یه استخر دیگه دوباره پول دادیم، ولی به خودمون خیلی هر ستامون افتخار کردیم که این کارو کردیم. بعد اینجا خیلی خوش گذشت، خیلی بزرگ بود، همه چی واقعا همه چی داشت دیگه کاری نکردیم. نه خیلی خوش گذشت اینجا، خیلی خوش گذشت. همه کار اینجا کردیم، خیلی خوش گذشت. دوباره میایم. تازه غذا رژیمی خوردیم. خلاصه خیلی خوش گذشت، بازم میایم. البته پارسال هم دقیقا اومدیم همین جایی رو گفتیم دیگه نیومدیم ان شاءالله این سری. آره چیکار داریم؟ آره و اینا مثلا قرار بود که با من درس بخونن، خدا میدونه بخونن یا من شب تو ویدیو بهتون اعلام میکنم دیگه. این خسته شماره 1، خسته شماره 2. من خسته نیستم. خداحافظ. خب سلام، شبتون بخیر. من دیروز که از استخر برگشتم نتونستم دیگه ویدیو بگیرم به خاطر اینکه خیلی خسته بودم و اومدم غذا خوردم خوابیدم که خودم هم پیش بینی میکردم که نتونم دیگه کاری انجام بدم. و دیروز بیشتر به فعالیت‌های ورزشی گذشت. امروزم تعطیل بود و نتونستم کارام ببرم جلو، اما با اینکه کارامو نبردم جلو، یک سری قدم در راستای تصمیمایی که دارم برای آینده‌ام، برای مهاجرتم برداشتم. یک سری تحقیقات کردم، تصمیمات جدیدی گرفتم، یه سری اطلاعات به دست آوردم که خب حالا به خاطر اون دانش کمم، به خاطر اون اطلاعات کمی که دارم، باید زودتر از این حرفا این اطلاعات رو به دست می آوردم. اما اشکالی نداره، واقعا به نظرم که هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است. الان که دارم اینجوری حرف میزنم یک خطی رو طی کردم، فکر میکنم از مدل حرف زدنم و قیافم مشخص باشه. یک خطی رو طی کردم، اون غم، استرس، ترس همه رو بعد از اون اطلاعاتی که گرفتم گذروندم تا الان اینجا نشستم و میگم ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. و خب واقعا داریم تو شرایطی زندگی میکنیم که هر چقدر زمان از دست میره خیلی وحشتناکه. اما خب میگم با اینکه امروز کاری در راستای اون کارهایی که تصمیم داشتم، مثل ورزش، مثل درسم، مثل هر کار دیگه که باید در طی روز انجام بدم انجام ندادم، ولی فکر میکنم همین اطلاعاتی که امروز به دست آوردم
خیلی چیز مهمی بود برای امروز، چون که تعیین کرد که از این به بعد تا چند ماه آینده تکلیفم چیه و باید چی کار کنم. واقعا همیشه همه چی خوب نیست، همه چی روی یه خط صاف یا حتی رو به بالا حرکت نمیکنه. اون پستی و بلندیه هست، حال بدیه هست، آدم توی ویدیو گرفتن، توی روزمرهش، توی ارتباطش با آدم ها شاید کمتر اینو نشون بده. نمیخوام با اینکه هر روز دارم طعم اون شکسته رو تجربه میکنم بپذیرم شکست رو. میخوام انقدر ادامه بدم تا ببینم اون روزی که نشستم جلوی دوربین، جلوی دوستام، جلوی اطرافیانم و دارم میگم که من امروز تونستم، من امروز حالم بهتره، من تونستم از اون حال بدیم بیام بیرون، من الان احساس شکست نمی کنم، من به همه اون چیزایی که میخواستم رسیدم. برای اون روز دارم تلاش میکنم، برای اون اهدافی که توی ذهنمه تلاش میکنم، برای همه اون ترسا و استرس هایی که امروز تجربه کردم تلاش میکنم که با وجود همه اون حسای بد و دلنگرانی ها و دلشوره ها، ته این مسیر، چه این مسیر 30 روزه شهریور، چه این مسیر چند ماهه‌ای که واسه کارهای دیگه‌ام پیش رو دارم، ته همه اینا به این برسم که ببین همه این سختی ها ارزششو داشت و تو تونستی اصل. و دوست دارم که همه اینا اینجا ثبت بشه که ببینم چیا رو طی کردم تا به اونجا برسم. خب سلام، ظهرتون بخیر. همین الان برقا اومد، من گفتم یه ویدیو بگیرم. من امروز صبح پا شدم، صبحونمو خوردم، کارمارامو کردم، رفتم باشگاه، اومدم یه سری کارهای دیگه‌مو کردم. حالا الان دیگه دارم میرم پیش دوستم و شبم میخوام برم دکتر پوست.